السلام علیکم دوستان عزیز، من آنای صدرالدین. چند روز من در شبکه یوتیوب کانالی کشیدم با نام تجارت، سیاحت و سلامتی. هدف از کشیدن این کانال از اون است که تا توانیم به اهالی جمهوری تاجیکستان برای تامین جای کار، برای بهداشت سلامتی و برای رشد سیاحتی یک ذریعه باشد، سهمگذار باشیم. در شبکه ما شما بیشتر نوارها و ثبت‌هایی که اوید این موضوع است بیشتر تماشا کرده میتوانید. با ما پیوست شوید، دوستان و نزدیکان خود توصیه دهید و نگفتن امانیم که در انشاءالله در آغاز ماه شریف رمضان نوارها و ثبت‌های خیلی جالب و دقت شما را انتظار است. ما با شماییم.